السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برادران عزیز، این حال ما الحمدلله در شهر سنت پترزبورگ قرار داریم. عکسی که پیش در ما بود او عکس خلاص شد، حجامه 1000 روبل بود، عکس خلاص شد، نرخی پیشکینش ماند و هر انسانی که انشاءالله که در جا مکان ما حجامه میگیره برای اونها یک قرآن تجویدی تحفه کرده میشه. و مخاطب دوستان عزیز و برادران عزیز، یک از بهترین چیزها این قرآن کریم می باشد. یعنی این قرآن شفاعتگری ما و شما می باشد روز قیامت. الله فرموده است در قرآن کریم که ورتل القرآن ترتیلا، شما قرآن را تلاوت بکنین با تجوید، یعنی با تمام نازکی هاش. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هر انسانی که یک حرف از کتاب الله تلاوت بکنه در نامه اعمال او یک حسنه نوشته میشه و یک حسنه مبدل به 10 میگرده. خوش به حال انسانی که هر روز یک پاره و دو پاره سه پاره قرآن تلاوت میکنه. الله سبحانه و تعالی هر یک از ما و شما را از اهل خودش بشماره، انتخاب کرده الله باشه. که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که اهل القرآن اهل الله و خاصه. اهل قرآن اهل الله است و خاص است و اختیار کرده پروردگار است. خدایا الله هر یک از ما و شما را از همون گونه شخصیت های بگردانه که اختیار کرده پروردگار باشیم و تمسک به قرآن کریم باشیم و به قرآن کریم زندگی کنیم و قرآن را الله سبحانه و تعالی میسر بگردانه برای هر یک از ما و شما که تا اینکه او را ما هر روز تلاوت بکنیم. خب دوستان عزیز، در امان الله باشین، با دعا باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.